بخوانم من یک داستان به نام یک پهلوان. بخوانم من یک داستان به نام یک پهلوان. فتاخان بارانی همیشه مرد میدان. فتاخان بارانی همیشه مرد میدان. ولوس والخواجه بودین ولایتشان تخار. ولوس والخواجه بودین ولایتشان تخار. از قریه لاله گذر مرد دلور عیار. از قریه لاله گذر مرد دلور عیار. در 27 سالگی قدم نهان به میدان. در 27 سالگی قدم نهان به میدان. در جشنای بزکشی از تخار تا بدخشان. در جشنای بزکشی از تخار تا بدخشان. بز را بچنگ میگیرد مثل عقاب آسمان. بز را بچنگ میگیرد مثل عقاب آسمان. با اسبای بالدارش مثل رستم دوران. با اسبای بالدارش مثل رستم دوران. پهلوان نامدار است فتاخان بارانی. پهلوان نامدار است فتاخان بارانی. به هر جشن بزکشی نامش ورد زبانی. در هر جشن بزکشی نامش ورد زبانی. افتخارات زیاد با اسبهای دوستان. افتخارات زیاد با اسبهای دوستان. نام و نشان کسب کرده فتاخان پهلوان. نام و نشان کسب کرده فتاخان پهلوان. از روستا تا بچه‌یاب و یان هم جشن فرخار. از روستا تا بچه‌یاب و یان هم جشن فرخار. از بین صدها حریف تو داده بز را فرار. از بین صدها حریف تو داده بز را فرار. با آن اسب سیاهی ستارخان بارانی. با آن اسب سیاهی ستارخان بارانی. به نام ینگ قلعه از خود مانده نشانی. به نام ینگ قلعه از خود مانده نشانی. اسب جرن بالدار یک کتاز میدان بود. اسب جرن بالدار یک کتاز میدان بود. از حاج غلام در افتخارش چنان بود. از حاج غلام در افتخارش چنان بود. در ولوس وال چهاب بزکش شد برگزار. در ولوس وال چهاب بزکش شد برگزار. دوبار بز را حلال کرد فتاخان اسب سوار. دوبار بز را حلال کرد فتاخان اسب سوار. با آن اسب سمنده مربوط به حاج کنجنگ. با آن اسب سمنده مربوط به حاج کنجنگ. با رفتار جانانش حرف میشد شکنجنگ. با رفتار جانانش حرف میشد شکنجنگ. با آن اسب سمنده مربوط به حاج کنجنگ. با رفتار جانانش حرف میشد شکنجنگ. با جشنای بزکشه از کشم تا بشوان. با جشنای بزکشه از کشم تا بشوان. در ولایت بدخشان دادین از خود تماشان. در ولایت بدخشان دادین از خود تماشان.
اسب عقاب بالدار اسف عبدالرسول بای اسب عقاب بالدار اسف عبدالرسول بای ببوس کشه روستا خود را رسانده بجای ببوس کشه روستا خود را رسانده بجای اسب عقاب بالدار اسف عبدالرسول بای در بوس کشه روستا خود را رسانده بجای در بوس کشه روستا خود را رسانده بجای آفرین به غیرتت فتاخان پهلوان آفرین به غیرتت فتاخان پهلوان از بوس کشه تخار گرفت کپ قهرمان از بوس کشه تخار گرفت کپ قهرمان در لیگ برتر کابل داشته حضور فعال در لیگ برتر کابل داشته حضور فعال در مقابل تو بود هزاران اسب بالدار در مقابل تو بود هزاران اسب بالدار تا به عمر 35 مثل رستم داستان تا به عمر 35 مثل رستم داستان نام و نشانت هر جا به زبان مردمان نام و نشانت هر جا در زبان مردمان در ولایت کندوز به جشن نوبهاران در ولایت کندوز به جشن نوبهاران به همراه دوستایت اشتراک داشته پالوان به همراه دوستایت اشتراک داشته پالوان رفیق صمیمیت استخوان ریشکن رفیق صمیمیت استخوان ریشکن و دودخان با لطف همیشه زنده باشن و دودخان با لطف همیشه زنده باشن غلام حیدر انصار با سراب خان نامدار غلام حیدر انصار با سراب خان نامدار رفیق جانان است همیشه باشه سرشار رفیق جانان است همیشه باشه سرشار صبر خان همراه زبین همیشه خندان صبر خان همراه زبین همیشه خندان عبدالکبیر پهلوان هست دوست قدردان عبدالکبیر پهلوان هست دوست قدردان صبر خان همراه زبین همیشه خندان عبدالکبیر پهلوان هست دوست قدردان عبدالکبیر پهلوان هست دوست قدردان جمال الدین جلاله سروده این داستان جمال الدین جلاله سروده این داستان فتاخان پهلوان نامت باشه جاودان یا فتاخان پهلوان نامت باشه جاودان جمال الدین جلاله سروده این داستان جمال الدین جلاله سروده این داستان فتاخان پهلوان نامت باشه جاودان عبدالفتاح پهلوان نامت باشه جاودان عبدالفتاح پهلوان نامت باشه جاودان این سروده زیبا برای برادرم عبدالفتاح خان چاپانداز با آواز جمال الدین جلیلی از ولایت تخار قریه لطبند تالیک برای علاقمندان بزکشی زمزمه گردید. سفارش دهنده این داستان برادرش عبدالستار خان بارانی از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین قریه لاله‌گذر می باشد. اگر می خواهید با جمال الدین جلیلی تماس تلفنی داشته باشید پس به همین شماره به تماس
شوید. شماره ایران 0993 822 6035. ریکاردینگ دیجیتال الخیبر اسلامی استودیو هرات.